وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبری بازداشت کارمند میلیسای تاجیک از جانب مقامات قرقیزستان را با گمان قاچاق مواد مخدر تصدیق یا رد نکرد. وزارت کارهای داخلی قرقیزستان با نشر یک خبر روز 15 ایون ادعا کرد که یک کارمند میلیسای تاجیکستان با بیش از 33 کیلوگرم مواد مخدر در حدود ولایت بودکند بازداشت شده است. همکار امیرزانبی خالقزاد این موضوع رو پیگیری کرد و حالا در استودیو با ماست. خب امیرزانبی، اول درباره جزئیات حادثه میگفتید که چگونه صورت گرفته است؟ واقعا زرنگیز وزارت امور داخلی قرقیزستان یک ویدیو را نشر کرد که در آن چهره فردی بازداشت شده را دیدن غیر امکان است. تنها سندهای نشان داده می شوند که گویا به شهروند تاجیکستان بودنی و اشاره می کند و تمام. از جمله شهادتنامه کارمند میلیسا و رقم آن را نشان میدند و خلطه آردی را که در آن گویا مواد مخدر جای کردند. با گفته مقامات انتظامی قرقیزستان دو شهروند تاجیکستان بازداشت شدند. مقامات قرقیزستان یکی از آنها را با نام یعنی سری حرفشون آورده است. آ سال تولدش 1960 سازمان دهنده گروه و دیگری را عضو گروه سرژانت کلان میلیتسا ام معرفی کرده است. در خبر جانب قرقیزستان بسیار سوالهای بی جواب هستند. از جمله گفته نشده است که این بازداشت در کجا و کی صورت گرفته است. از روی سر و لباس نفرانی که در این نوار ویدیویی دیده می شود گمان کردم ممکن است که حادثه نه تابستان بلکه در موسم سرد رخ داده است. بله، شما که با نمایندگان وزارت امور داخلی تاجیکستان هم تماس گرفتید، آنها در این باره چی میگویند؟ ببینید، در دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی گفتند از این خبر آگاهی ندارند و صحتی آن خبر را تصدیق و رد نکردند. همچنین تلاش‌های ما برای گرفتن نظر مقام‌های دیگری وزارت کارهای داخلی هم بی‌نتیجه ماند. اونها به زنگ‌های تلفنی ما جواب ندادند. ولی بازداشت کارمند میلیسای تاجیک با گمان قاچاق مواد مخدر در قلمرو کشور همسایه حادثه نو نیست. 6 سال قبل یک کارمند میلیسای تاجیک با نام مرادعلی ابراهیموف در قرقیزستان با مواد مخدر بازداشت شده بود، ولی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اون وقت گفته بود که این کارمند میلیسا یک ماه پیش از بازداشتش با فرمان وزیر بنابر پس زدن شأن و شرف کارمندان کارهای داخلی از کار رانده شده بود. ولی به هر حال نشر خبر مذکور یک روز بعد از مرگ یک سرباز تاجیک و مجروح شدن فرمانده دیگری نیروهای مرزبانی در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان صورت میگیرد و این خبر را علامت دیگری از بدتر شدن رابطه‌های دو کشور میدانند که نمیتوانند مرز بین دو طرف را تعیین و علامت گذاری کنند. تشکر. همکار امیرزانبی خالقزاد درباره خبری بازداشت یک کارمند میلیسای تاجیکستان به گفته مقامات قرقیزستان با اتهام قاچاق مواد مخدر صحبت میکرد.